خیلی خوب، از این لحظه پس کلاسمون رو آغاز میکنیم. پس سوالی مثل اینکه نیست. پس من از موضوعات پیشنهادات پروژه شروع میکنم، بعد میرم سراغ کدهای جاوا افیکس و تمرین آخر رو هم اونجا توضیح میدم. خیلی خوب، اجازه بدید من تو پروژکت پروپوزال ها رو که دوتا هستش یک بار دیگه باز بکنم و اولی رو توضیح دادیم، یه توضیح خلاصه میدم، بعد برم سراغ دومی. همونطور که قبلا گفتیم در پروژه یک ازتون میخوایم که یک فرمی داشته باشید. اجازه بدید من پاورپوینت رو باز کنم. اینجا یه چیزایی فکر کنم گرافیکی نکشیدیم، نه اشکال نداره، دوباره چیز میکنم، دوباره اینجا به صورت گرافیکی توضیح میدم. ازتون میخوام که یک فرم به صورت گرافیکی طراحی بکنید که کلمات یک جمله‌ای که به صورت ورودی از کاربر گرفته شده به صورت تصادفی یک به یک از بالا به پایین بباره، مثل باران، آرام آرام. البته مثلا فرض کنید students of، برای راحتی انگلیسی بنویسید، به راحت ترید. با کاراکترهای فارسی کار بکنید ممکنه بعضا به ناسازگاری های بر بخورید، ولی اگر فارسی هم کار بکنید هیچ اشکالی نداره. کامپیوتر انجینیرینگ صفحه رو شیر نکردم مثل اینکه، درسته؟ بله، عذرخواهی میکنم، صفحه رو شیر نکردم، یادم رفته بود. بله. خیلی خوب، اینو توضیح میدادم که یک جمله رو به عنوان ورودی از کاربر میگیرید. مثلا میگیم فرض کنید اینپوت ما این باشه students of computer engineering are clever. دانشجویان مهندسی کامپیوتر باهوش هستند. چند تا کلمه شد؟ چند تا توکن؟ 1 2 3 4 5 6. و این جمله ورودی حداقل باید 5 توکن داشته باشه. 5 مثلا تقریبا کلمه میشه گفت داشته باشه. اینو در ورودی گفتیم. بعد این کلمات رو به صورت تصادفی انتخاب میکنید. فرض کنید وقتی انتخاب کردید به صورت تصادفی انجینیرینگ اول قراره بباره از بالا، این از بالا آروم آروم تیکه تیکه میاد پایین. اگر کاربر فلش سمت چپ رو فشار داد این کلمه میاد به سمت چپ. دیگه من کامل نمی‌نویسم. اگر فلش سمت راست رو فشار داد این کلمه میاد به سمت راست. بعد وقتی به کف این فرم رسید دیگه پایین تر نمیره، همونجا وای میسه. ممکنه مثلا اینجا وایسه، ممکنه اینجا وایسه، یا هر جایی که کاربر اونو راهنمایی کرده به اون قسمت هدایت کرده در اون قسمت وای میسه. مثل قبلا گفتم، مثل همون بازی که بلوک های آجری مثلا به شکل های مختلف از بالا میبرن، شما مسئول هستید که اینا رو یه جوری اینجا بچینید که فضای خالی حداقل باشه. حالا به هر شکلی اینا چیده میشن که فضای خالی بین اینها حداقل باشه. اینجا هم کاربر مسئوله که اینا رو طوری بچینه، این کلمات رو، که ترتیب درست باشه. ورودی رو از کاربر میتونید بگیرید یا اینکه خودتون به صورت تصادفی تولید بکنید. یعنی چند تا جمله داشته باشید،
یکیش رو به صورت تصادفی تولید کنید. بهترین راه اینه که چند تا جمله در دیتابیستون داشته باشید. حالا زیادم نمیخواد، مثلا از بین 5 جمله یا 10 جمله داشته باشید، یکیش رو انتخاب بکنید. اینم ممکنه. و اینکه ورودی رو از کاربر بگیرید هم ممکنه. البته اگر از کاربر بگیرید چندان منطقی نیست که خود کاربر هم وارد بکنه و هم ترتیب رو نشون بده، ولی خب اینم اشکال نداره. میتونید یک جمله رو از کاربر بگیرید یا اینکه خودتون یک جمله تصادفی از بین چند جمله‌ای که در مثلا یه فایلی ذخیره کردید انتخاب بکنید، به کاربر نشون بدید، بعد بگید که خب الان که جمله رو دیدید، من کلمات این جمله رو یکی یکی و نه به ترتیب، به صورت تصادفی ممکنه یک کلمه از وسط جمله اول انتخاب بشه، بعد از انتهای جمله، بعد ابتدای جمله، ولی تمام کلمات باید انتخاب بشن. همینجوری از بالا آروم آروم میان، کاربر اونا رو هدایت بکنه، در یه جایی متوقف میشن، آروم میگیرن در پایین فرم. فرض کنید اینا رو وقتی کاربر چید کنار هم، یه همچین جمله ای ایجاد بشه: computer of students engineering clever are. ببینید یه مقدار ترتیبش فرق داره دیگه. بعد نسبت به اینکه چجوری چیده کاربر اینها رو بهش امتیاز میدید. امتیاز رو اجازه بدید از PDF نگاه کنیم که چجوری محاسبه میکنیم. ببینید تعداد کلماتی که در جای صحیح خود قرار گرفته‌اند میشه امتیاز کاربر. الان این جمله چند تا کلمه است؟ 1 2 3 4 5 6. چند تا کلمه در جای صحیح خودش قرار گرفته؟ آو درسته، کامپیوتر و students نادرسته، انجینیرینگ درسته، کلاور و آر هم نادرسته. فقط 2 تا کلمه. 2 از چی؟ 2 out of چند؟ 6. 2 شیشم میشه امتیازش، یعنی 2 بهش میدید. امتیازش میشه 2 از 6. 2 گرفت. تعداد کلماتی که در جای صحیح خودش قرار گرفته میشه امتیاز کاربر. یه جورایی داره گیم بازی میکنه دیگه. امتیازی که این گیمر ما میگیره 2 هستش. خب تکرار میکنم، بعضی از دستورات برای نوشتن این پروژه در کلاس تدریس نشده، ولی خب اینا رو ازتون انتظار میره که سرچ بکنید، مطالعه کنید و یاد بگیرید. یه ابزاری مثل تایمر باید استفاده کنید که هر لحظه که میگذره، مثلا فرض کنید در 1/10 ثانیه، مقدار وای این کلمه رو مثلا 10 واحد یا نمیدونم مثلا 5 واحد یا هر چند واحد بیاره پایین، افزایش بده. بیاره پایین یعنی افزایش بده. وای میدونید دیگه، این محور وای هستش، این محور x. اینجا هم 0 و 0. اینا رو قبلا گفتیم. حالا طول بگیم، حالا عرض بگیم. عرض فرممون هم وای اگر در نظر بگیریم، کلمات انقدر وایشون افزایش پیدا میکنه که تا برسن به اندازه وای این فرم. البته یه ذره از اون بالاتر باش قرار بگیرن بهتره، یه مقدار بالاتر قرار بگیرن بهتره. ترتیب اینکه کلمات به چه ترتیبی قرار گرفتن رو هم میتونید از ایکسشون بدونید. هر کدوم از اینا میتونن یه دونه لیبل باشن. این یه لیبلیه که اینجا یه ایکس و وای داره دیگه. این لیبل اینجا یه دونه ایکس و وای داره، یه لیبل دیگه یه دونه ایکس و وای دیگه داره، مثلا ایکس و وای 2، مثلا ایکس 1 وای 1. بعد کلمات دیگر ایکس هاشون رو با هم مقایسه میکنید، به این نتیجه میرسید که ترتیب قرار گرفتن این کلمات به چه صورتی هستش. بعد بهشون امتیاز میدید. خب تا اینجا سوالی هست؟ تا اینجا سوالی هست؟
سوالی نیست. ضمن من باورم بر این هست که شما در حدی هستید که بتونید این پروژه رو به راحتی بنویسید. به راحتی هم نباشه یعنی در این حد هستید که بتونید بنویسید، فقط ممکنه یه مقدار چند روز وقت بذارید برای مطالعه یا یاد گرفتن مطالبی که لازم برای پیاده سازیش، یا بعد از پیاده سازی ممکنه ارور بگیرید و شاید چند روزم یا مثلا یک روز دو روز وقت بذارید برای رفع ارورش. خب اگر سوالی نیست پروژه دوم رو من توضیح بدم. از روش مرور کنیم، از روش بخونیم با هم، بعد در پاورپوینت هم بیشتر توضیح خواهم داد. گفته که یه ماتریس رو با لیست پیوندی 4 طرفه بسازید و با مقادیر تصادفی مقداردهی اولیه کنید. ما قبلا لیست پیوندی یا لینک لیست 2 طرفه رو توضیح دادیم، درسته؟ لینک لیست 2 طرفه رو توضیح دادیم، 4 طرفه رو توضیح ندادیم و ازش مثال نداریم و خیلی پیچیده نیست. وقتی 2 طرفه رو بدونید چجوری کار میکنه، 4 طرفه رو هم خواهید دونست. ترم پیش هم یک پروژه پایانی داشتیم که باید ضرب 2 تا ماتریس اسپارس رو که به صورت که توسط لینک لیست پیاده سازی شدن بچه ها انجام میدادن و بعضی ها انجام داده بودن و خیلی هم خوب نتیجه گرفته بودن. یک ماتریس رو میخوایم به صورت یک لینکد لیست چیکار بکنیم؟ نشون بدیم. برای سادگی یه ماتریس 3x3 مثال میزنم. مثلا مقادیرش باشه این. خب این رو اگر بخوایم به صورت لینکد لیست نشون بدیم میشه این لینکد لیست 4 طرفه. همه نوت ها باید به هم دیگه با گره های بالا و پایین وصل بشن. اینا هم گره های آپشون میشه نال. اینا هم داونشون میشه نال، اینا رایتشون میشه نال، اینا هم لفتشون میشه نال. پس 4 تا اشارهگر هر گره خواهند داشت: آپ، داون، رایت، لفت. خب 3 و منهای 1 و 10 11 2 0 و 4 1 9. اجازه بدید ببینیم ابعاد گفتم در روی پروژه که ابعادش چی باشه. ابعاد نگفتیم، درستش اینه که ابعاد رو از کاربر بگیرید و بسازید. ماتریس رو شما یه n از کاربر بگیرید، اینو اینجا اشاره نکردم که اضافه میکنم. اینکه چند در چند، اولا که مربعی، ماتریس مربعی هستش، طول و عرضش برابره، چون اگر نباشه نمیشه قطر اصلی و قطر فرعی براش تعریف کرد. ماتریس مربعی، شما n رو به عنوان ورودی میگیرید. اگر n 3 باشه یه همچین ساختاری خواهد بود دیگه، 3x3. اگر این خیلی براتون مهم نیست، یعنی اگر برنامه رو بنویسید دیگه n هرچی باشه برنامه خودش ماتریس رو خواهد ساخت. n هرچی باشه میاد یه ماتریس مربعی با طول و عرض n رو میسازید. بعد ببینید نکته اینجاست که شما بدون استفاده از هر گونه این ماتریس رو هم ندارید، یه همچین ساختاری رو ندارید، فقط ساختار لیست پیوندیش رو دارید. بدون استفاده از هر گونه متغیر کمکی
البته هر گونه که میگم بدون استفاده از آرایه یا لیست، اری لیست یا همچین ساختارهایی، باید چیکار بکنید؟ باید معکوس ماتریس رو نسبت به قطر فرعی و همچنین معکوس ماتریس رو نسبت به قطر اصلی چیکار بکنید؟ بسازید در روی خود ماتریس. یعنی ماتریس رو در این حالت چاپ بکنید، خروجی این بشه چاپ حالت اولیه. حالت اولیه چه؟ یک ماتریس n در n هستش که شما ساختیدش و مقادیرش رو با تولید اعداد تصادفی بهش انتساب دادید. با متد رندوم میتونید اعداد تصادفی رو تولید کنید و به ماتریس انتساب بدید. بعد حالت اولیه‌اش رو چاپ بکنید. بعد ماتریس رو تبدیل کنید، تبدیل به معکوس نسبت به قطر اصلی و چاپ آن. اینا رو فکر کنم باید اضافه کنم به پروژکت پروپوزال، این توضیحات رو ندادم. و بعد تبدیل ماتریس به معکوس نسبت به قطر فرعی و چاپ آن. قطر اصلی چیه؟ قطر اصلی اینه. اگر اینو نسبت به قطر اصلی معکوسش رو به دست بیارید خیلی راحته دیگه. این میشه منهای 1، این میشه 11. روی قطر اصلی تغییر نمیکنه. این میشه 10، این میشه 4، این میشه 1، این میشه 0. بعد این تبدیلات رو که انجام دادید روی خود ماتریس بدون استفاده از یه ماتریس کمکی یا لیست کمکی این کارها رو انجام دادید. ماتریسی که معکوس مقادیرش نسبت به قطر اصلی معکوس شده رو چاپ میکنید. بعد الان ماتریسی که معکوس شده نسبت به قطر اصلی رو دوباره نسبت به قطر فرعی معکوس میکنید. قطر فرعی چیه؟ قطر فرعی اینه. این با این عوض میشه، این با این عوض میشه، این با این عوض میشه و همین دیگه. چون ماتریسمون کوچیکه 3 در 3 فقط 3 تا مقدار با هم عوض شد. اگر 4 در 4 بود بیشتر عوض میشد. همین دیگه. بعد از اینکه نسبت به قطر فرعی معکوسش رو به دست آوردید دوباره ماتریس رو چاپ میکنید. پس 3 بار باید خروجی داشته باشید. خروجی هم همون به صورت مربعی بدون گرافیک اگر ماتریس رو چاپ بکنید کافیه. پس چند تا نکته اینجا مهم بود. این که ماتریس n در nی رو میسازید، n رو از کاربر به عنوان ورودی میگیرید، با مقادیر تصادفی مقدار دهی میکنید و وقتی میسازید فقط باید از لیست پیوندی استفاده کنید که 4 طرف است. لینک لیست یعنی 4-way لینک لیست رو استفاده میکنید که هر گرهی به گره های پایین، بالا، چپ و راست وصل هستش. خب مثلا وقتی میخواید روی ماتریس حرکت بکنید، مثلا 3 رو با 9 عوض بکنید، چیکار میکنید؟ باید به سمت به سمت راست به حد کافی به سمت راست حرکت کنید. بعد به منتهای لایه پایین حرکت بکنید. به پایین که رسیدید اینجا دیگه پایینش شد 0، دیگه بیشتر از این نمیتونید برید. 9 رو برمیدارید با این 3 عوض میکنید. یعنی این گره رو در دست دارید. فرض کنید اسم این گره باشه چی؟ مثلا نود 1 باشه. به این 9 میرسید، اینم بذارید نود 2. بعد راحته دیگه. مقادیر داخل فیلد داده این دوتا گره رو با هم تعویض میکنید. یه سوپ معمولیه. یه نکتهش هم اینه که باید بدونید معادل هر گره در اون طرف قطر اصلی و یا در اون طرف قطر فرعی چه عددی هستش، چه گرهی هستش منظورمه. یعنی به صورت ضمنی باید بدونید که x و y آی و j شماره سطر و ستون هر مؤلفه چنده. اینو اگر دونستید که 0 و 0 و اینو میدونید که 3 و 3 هستش، 3 و 3 نه 2 و 2 هستش چون از 0 شروع میشه، 2 و 2 هستش. وقتی نسبت به قطر فرعی بخواید عوض بکنید میدونیم که 0 و 0 با 2 و 2 عوض میشه.
اینها رو با هم عوض میکنید، بعد چاپ میکنید. برنامه‌ای که ماتریس رو نسبت به قطر فرعی معکوس میکنه رو قبلا یا نوشتیم یا به عنوان تمرین بهتون گفتم و بعدا توضیح دادم که خیلی راحته. که گفتیم درای آی و جی وقتی تعویض میشه با درایه n منهای j منهای یک و بله اینو گفتیم n منهای آی منهای یک عوض میشه. اینجا باید بدونید که هر گره معادلش چیه، یعنی اندیس آی و جیش چنده، در چه موقعیتی در ماتریس قرار گرفته. در روی ماتریس به هر جا که بخواید میتونید حرکت بکنید، ولی ماتریس کمکی یا لیست و آرای کمکی نمیتونید استفاده بکنید. البته اگر هم استفاده کنید، اگر مجبور باشید استفاده کنید، ولی یه مقدار از نمره پروژه رو کاهش میده. حین تحویل پروژه اینو من هم نگاه خواهم کرد و هم از خودتون خواهم پرسید که به چه صورت نوشتید. میدید که پروژه ها، تحویل پروژه ها تک نفری هستش، کلا پروژه ها تک نفریه و به صورت آنلاین و اینتراکتیو، یعنی به صورت آنلاین باید کانکت بشید به مثلا یا اسکایپ یا سیستم آنلاین لرنینگ و آدوبه کانکت، در از چند دقیقه پروژه رو تحویل بدید. یعنی اگر احساس کردید بدون استفاده از متغیر کمکی، متغیر که نه، ماتریس کمکی نمیتونید بنویسید، حداقل با استفاده از ماتریس کمکی یا لیست کمکی، آرای کمکی بنویسید. فوقش اینه که یه مقدار نمره پروژه ازش کم میشه، ولی به هر حال بنویسید. خب یکی از این پیشنهادات پروژه رو انتخاب میکنید. اولی که گرافیکیه، نیاز به کدهای جاوا فیکس داره. دومی نیاز به گرافیک نداره، ولی باید مفهوم لینک لیست رو خوب متوجه شده باشید و 4 طرفش رو هم بتونید پیاده سازی کنید. و همین دیگه. ترم پیشم باز 2 تا پیشنهاد پروژه داشتیم، یکیش گرافیکی یکیش غیر گرافیکی. بعضیا اولی رو انتخاب کرده بودن، بعضیا دومی رو، بعضی هم هر دوتا رو نوشته بودن. یعنی من میدونم که شما در سطحی هستید که میتونید اینو بنویسید. این پروژه ها رو پیشنهاد میدم. و به عنوان نکته آخر، لیست دانشجویانی که مجاز به تحویل پروژه خواهند بود، مثلا شاید 1 هفته دیگه، شاید 2 هفته دیگه اعلام بشه در کانال. کسانی که مجاز نباشن دیگه نیاز نیست روی پروژه وقت بذارن. خب تا اینجا سوالی هست؟ تاریخ تحویل یه مقدار سوال سختیه. گفتم به خاطر اینکه ترم بعد، ترم بهاری بلافاصله بعد از این ترم شروع میشه و آموزش هم وقت زیادی به ما نمیده، انتخاب واحدتون بلافاصله شروع خواهد شد. اجازه بدید من تقویم ترم بعدی رو نگاه کنم یه بار دیگه. در کانال آپلود کردم، در کانال آموزش و کانال رشته خودمون، تقویم تاریخ امتحانات این ترم به اضافه تقویم آموزشی ترم بعد رو نگاه کنم، بهتون اطلاع میدم. ولی احتمالاً بله از اسفند شروع میشه. درست میگید. آخه مشکل اینه که اگر کسی ندونه در این دست قبول میشه یا نه، نمیتونه ساختمان داده برداره. مشکلش اینه. و من هم قبل از تحویل پروژه نمیتونم نمره وارد بکنم. باز سعی من اینه که حتی اکثر وقت رو به شما بدیم که بتونید روی این پروژه ها وقت بذارید. من سعی میکنم بهترین انتخاب رو انجام بدم و بیشترین وقت رو در اختیار شما قرار بدم. اگر بتونم میندازم بعد از امتحانات. اگر نتونم اون موقع مجبوریم قبل از امتحانات این پروژه رو تحویل بگیریم. ولی باز نگاه میکنم اگر امکانش باشه سعی میکنم که بعد از امتحانات باشه. اون موقع باید این گلایه های آموزش رو هم، اداره آموزش رو هم به گردن بگیرن دیگه. همیشه آموزش به ما اعتراض میکنن که چرا زود وارد نمی کنید. بعد
از همه شما هم تعهد میگیرم که اگر دیر نمرات وارد بشه اعتراض نکنید که من نمیدونم ساختمان میتونم بردارم یا نه. اونو من میتونم بهتون بگم دیگه. قبل از تحویل پروژه ها تقریبا مشخصه که چه کسانی قبول خواهند شد و چه کسانی نه. ولی مشکل اینه که اگر شما انتخاب واحد نکنید برای این درس، حتی تا حذف و اضافه، بعدا انتخاب این درس براتون سخت خواهد بود. دیگه آموزش اذیت میکنه، اجازه نمیده انتخاب واحد بکنید. من همه این مشکلات رو در نظر میگیرم، بعد یه تصمیم معقول انجام میدم و بهتون خبر میدم. شما اگر من جای شما باشم از الان شروع میکنم که روی پروژه ها فکر کنم و کار کنم. البته اگر احساس میکنید که در حدی احیانا در حدی یاد نگرفتید این درس رو که در ساختمان داده یا دروس دیگر مشکل نداشته باشید، باز میگم اگر احساس میکنید که نیاز هست یک ترم دیگه این درس رو بخونید، بهتره که معقولانه فکر کنید و اصلا سعی کنید که چجوری بگم بی خیال این درس بشید تا آخر ترم و یک ترم دیگه بخونید. ولی اگر احساس میکنید ببخشید من عذرخواهی میکنم، یه لحظه قطع شد اینترنت و دوباره برگشتم. برای اینو میگفتم که بهتره که در مورد پروژه فکر کنید، در مورد پیاده سازیش فکر کنید یا از الان شروع بکنید. اگر احساس میکنید در حدی هستید که درس رو یاد گرفتید این کار رو انجام بدید. اگر هم گفتم احساس میکنید که نیاز هست یک ترم دیگه درس رو بخونید، بهتره که معقولانه تصمیم بگیرید. خیلی خوب، پس من ادامه میدم بحث رو از مرور بعضی از برنامه‌های جاوا فیکس و معرفی چند کد جدید و توضیح تمرین آخر که فردا انتصاب داده خواهد شد و توضیح دقیق‌تر و مکتوبش رو در کانال فردا آپلود خواهم کرد. خیلی خوب، کلیک رو باز کنیم. بعد این پاورپوینت رو هم میذارم در کانال که شاید مفید باشه دیدنش. به اضافه توضیح دوتا پروژکت پروپوزال رو یه مقدار بهبود میدم و دوباره در کانال آپلود میکنم. این نکته رو هم بگم داخل پرانتز که در این درس برای شما مطالبی تدریس شد که در ساختمان داده هم خواهید دید. یعنی یه مقدار، یه ذره بیشتر از اون چیزی که باید گفته میشد در بعضی از مباحث گفته شد و این باعث میشه که شما سطح بالاتری نسبت به
سطح بیسیک یا مورد نیاز برای درس ساختمان داده رو داشته باشید و وقتی درس ساختمان داده رو شروع کردید به خوندن احساس راحتی بکنید. مثلا همین لینک لیست رو ما خوب جلو رفتیم، به اضافه پیاده سازی، مرتب سازی ادغامی و سری رو که در ساختمان داده هم بهش اشاره میشه رو در پیشرفته بررسی کردیم. البته خیلی جاها این کار رو انجام میدن و این باعث میشه که شما در ساختمان داده یه مقدار کارتون راحت تر باشه. سوالی نیست مثل اینکه. خیلی خوب. من از روی بعضی از مثال ها یا کد های نمونه سریع میگذرم، مرور میکنیم. بعضی هاشم که تا الان توضیح ندادیم رو کامل توضیح میدم. به اضافه یک برنامه کلکولیتور اینجا داریم که تمرین آخر شما خواهد بود. از روی برنامه تکراری سریعتر میگذرم. این برنامه رو قبلا توضیح دادیم که چی کار میکنه. اجرا میکنم. ببخشید شیر نشده. بله عذرخواهی میکنم. اینو قبلا گفتیم. اگر موس رو در واقع روی یک لیبل، روی یک نوشته درگ بکنید، موس رو، نوشته هم درگ میشه همزمان با موس. این ببینید چجوری نوشته شده. گفته اگر ایونت درگ کردن موس، درگ کردن یعنی کلیک و کشیدن موس روی این تکست، روی این لیبل انجام بشه، چیکار بکن؟ بیا x و y موس رو بگیر و همون x و y رو مقدارش رو انتساب بده به x و y این لیبل. ببینید وقتی تند بالا و پایین یا عقب، سمت چپ سمت راست میبرم، یه ذره این نوشته از موس عقب میمونه. دلیلش اینه که این فاصله زمانیه که این دستورات اجرا بشه و x و y این نوشته مساوی x و y کرسر ماوس بشه. برنامه پیچیده ای نیست، خیلی ساده است. خب ببینید قبلا هم گفتیم یه دونه پین توضیح تعریف کرده که اینا رو دیگه من توضیح نمیدم. یه دونه تکست تعریف کرده، بهش مقدار داده و پوزیشن بهش داده. بعد گفته این ایونت وقتی انجام میشه روی موس، کدوم ایونت؟ set mouse direct انجام میشه. set mouse direct روی این نوشته یعنی تکست انجام میشه، چیکار بکن؟ x تکست رو ست بکن به xی که از موس گرفتی. چجوری میگه از موس گرفتی؟ این ایونت ورودی این متد دیگه، set mouse direct. از این ایونت x رو بگیر، ست کن به get بکن، از این ست کن به x ماوس و وایش رو هم به همین ترتیب get بکن از این ایونت و ست کن به وای تکست. همونطور که میبینید این از ایونت هندلر استفاده نکرده، از نوع دوم استفاده کرده که خلاصه تره برای هندل کردن ایونت ها. اینا هم در اسلاید ها توضیح دادیم. بعد میاد سین تعریف میکنه که پن رو به اون انتساب میده و دستورات تکراری دیگر. هر سوالی در مورد این برنامه داشته باشید بفرمایید. باتن این پین که فکر کنم کار خاصی انجام نمیداد. یک برنامه بسیار ساده که فقط یک دکمه باتن رو میذاره روی فرم و هیچ کار دیگری انجام نمیده. این ساده ترین برنامه‌ایه که توضیح دادیم و قبلا هم توضیح داده شده که اوکی رو ایجاد میکنه، نیو باتن میکنه با کپشن اوکی، بهش پوزیشن میده که اجازه بدید به سین سایز میده 200 و 300 و سین رو وقتی ساخت قبلا
سین رو به پین انتساب داده، پین روی سین قرار میگیره، سین هم روی استیج، پرایمری استیج و همین دیگه. چک باکس در صورت اتفاق افتادن چک شدن یک چک باکس این عمل رو اطلاع میده با تغییر نوشتش. ببینید اگر این چک بشه میگه مثلا آرناب و آندرو و آن کیت فکر کنم اسامی خاص هستن، اینا رو میگه چک سلکت شد. اگر از حالت سلکت در اومد میگه آن not selected. لازم هم نیست حتما کلیک بکنیم، اگر دکمه اسپیس رو بزنیم باز چک میشه و از حالت چک در میاد. ببینید باز به همین ترتیب. پس اگر ایونت چک شدن یک چک باکس اتفاق بیفته باید چی بگیم؟ بگیم اگر چک باکس چک شده بیا بنویس فلان اسم چک باکس رو بنویس، بگو selected، اگر نشده بگو not selected. اینم قبلا توضیح دادیم، خیلی خلاصه. یه تایل پین استفاده کرده که میاد 3 تا چک باکس رو میسازه. چک باکس ها رو ببینیم کجا میسازه. اینجا چک باکس داخل یه فور داره این کار رو انجام میده، فوری که 3 بار تکرار میشه. هر بار هم اسم چک باکس میشه درایه مؤلفه آیام از آرایه‌ای که هر درایش یا هر مؤلفش یه اسم خاصه که بالا اینجا ببینید استی رو مقدار دهی کرده. اینجا چک باکس رو میسازه، ادش میکنه به آر چیه؟ تایل پینه. بعد یه لیبل ایجاد میکنه که نسبت به اینکه این چک باکس کلیک شده انتخاب شده یا نه میگه تکستش رو تبدیل میکنه به selected یا not selected. و این کار رو این بار با ایونت هندلر انجام میده. ایونت هندلری که از حالت اینر کلاس استفاده میکنه، یعنی در داخل همون کلاس خودمون نوشته شده، یک کلاس مستقل نداره این ایونت هندلر. البته در این برنامه اینجوری، در برنامه‌های دیگر خواهید دید که به صورت یک متد خارج از این متد فعلی نوشته شده. متد فعلی چیه؟ استارت. اینا رو قبلا توضیح دادیم که انواع هندل کردن ایونت ها به چه صورت هستش و برای هر چک باکس 3 تا اکشنش رو میگیره ایونت چیه؟ ایونت رو هم اینجا تعریفش کرده. اینا رو یه مقدار باید مرور بکنید. قبلا هم گفتم لازم نیست حتما حفظ بکنید، همین که بدونید چجوری کار میکنه کافیه. و همین دیگه، این برنامه چیز خاص دیگری نداره. این برنامه رو هم توضیح میدم، بعد یه استراحت خواهیم داشت، برمیگردیم ادامه میدیم. این برنامه هم میاد نسبت به اینکه شما کلید فلش سمت چپ، راست، بالا یا پایین رو فشار بدید. ببینید یه جورایی میتونه این برنامه مفید باشه براتون در نوشتن پروژه پایانی. اگر سمت راست رو من فشار بدم این نوشته میره سمت راست، سمت چپ، بالا و پایین. ببینید اگر بیاد از فرم پایین فرم رد بشه میره پایین، دوباره من بالا رو فشار بدم کلید به سمت بالا رو میاد بالا. ولی شما در پروژه اگر دیدید وای این تکستمون رسیده به وای فرم، یا حالا مثلا 5 واحد 10 واحد مونده به وای فرم، نگهش دارید، یعنی ثابتش کنید، متوقفش کنید، نذارید از این بیشتر پایین بره. خب این چیکار میکنه؟ ایونت فشار داده شدن یک کلید رو گوش میده به صورت مداوم. اگر این کلیدها سمت چپ و راست و بالا و پایین باشه عکس العمل نشون میده، ولی اگر بقیه کلیدها باشن، ببینید من کلید مثلا H و G و حروف دیگر رو فشار میدم، چی میگه؟ میگه invalid pressed key، invalid key pressed. یعنی میگه یه سویچ کیس نوشته که اگر کلید بالا یا پایین یا سمت چپ یا راست باشه،
عکس عمل مناسب رو انجام میده. در غیر این صورت به صورت دیفالت میاد میگه چیکار کن، چاپ کن invalid key pressed. ببینید این سویچ ساختار سویچ کیسشه. خب از بالا چک بکنیم برنامه رو. در داخل متد استارتمون باز یه پین تعریف کرده، یه تکست رو بهش انتساب داده با کپشن سلام، بعد تکست رو اضافه کرده به پین. این بار هم از روش مدیریت آلفا استفاده کرده. از روش دوم برای تکست متد set on key pressed رو فراخوانی کرده و متد و ایونت رو به صورت یک شی با نام ای دریافت میکنه. بعد کد ای رو میگیره. ای چیه؟ ای یک، چون این متد set on key pressed، ای هم شامل اطلاعات دکمه ای از صفحه کلید خواهد بود که فشار داده میشه. میگه اگر این دکمه، ببینید اینا اسامی خاص هستن، اسامی کلمات کلیدی هستن که از قبل رزرو شدن در جاوا. داون و آپ و لفت، داون باشه بیا وایش رو یک واحد افزایش بده، یک واحد نه 10 واحد. اگر آپ باشه کاهش بده، لفت و رایت هم باشه باز ایکسش رو کاهش یا افزایش بده. اگر اینا رو کاهش بدم، من مثلا بکنم 10 برابر سرعت حرکت چیز کاهش پیدا خواهد کرد تکست. این نبود. ببینید چقدر آرام حرکت میکنه، ولی این یکی رو ببینید سریعتر حرکت میکنه. بعد بقیه دستورات هم که تکراریه. این ریکوست فوکوس هم فوکوس رو در واقع حالت انتخاب رو میاره روی تکست وقتی برنامه اجرا شد و همین. خیلی خوب، یه 5-6 دقیقه استراحت خواهیم داشت، بعد برخواهیم گشت. سوالی هست؟ برای تعریف W و S و A و D به جای جهات، بله اون موقع چیکار میکنید؟ بیاید اینجا میگید که دکمه که فشار داده شده به جای داون، آپ و لفت و رایت دکمه های دیگه باشه. خیلی خوب، پس یه 6 دقیقه 7 دقیقه استراحت داشته باشیم، برمیگردیم. تنها برنامه باقی مانده رو توضیح میدم که سیرکل سنترده، قبلا هم گفتم. بعد میریم سراغ کد هایی که قبلا توضیح ندادم و برای اولین بار میخوام توضیح بدم. خب پس فعلا خداحافظ. این سوال رو جواب بدم. غیر اون 4 دکمه های دیگه هم ثابت هستن. اسامیشون رو باید چک کنید دیگه. این که مثلا اسم دکمه مثلا سمت راست و چپ و بالا پایین left right up down، بعد هر دکمه‌ای برای خودش اسمی داره، مثلا page down page up. بعد اینا رو لیستش رو از یه سرچ بزنید میتونید پیدا کنید. برای منم الان همه دکمه ها رو اسامیشون رو حضور ذهن ندارم. میتونید با یه سرچ ساده این اسامی رو به دست بیارید. تشکر میکنم. الان بله داره رکورد میشه. پس دستور کد نگه داشتن دایره در مرکز فرم رو هم گفتیم. اینا کدهایی بود که قبلا هم توضیح دادیم.
کدها جدیدن که الان توضیح خواهم داد. یکی این 3 تا برنامه رو داریم، یه دونه کلکیولیتر رو داریم که مربوط به تمرین آخر شماست. این رو هم قبلا توضیح داده بودم که خالی از لطف نیست، یه بارم از روش بگذاریم. برنامه جالبیه. ببینید این نشون میده که جاوا افیکس امکاناتی داره که با کمترین دستورات میشه یه همچین برنامه هایی رو ساخت. اینجا از ابزار ترنسلیت ترانزیشن استفاده کردیم. این چی کار میکنه؟ میتونه یک کاری رو در واقع یک شکل یا انیمیشنی رو به صورت افقی، عمودی یا مورب یک کاری رو به تعداد مشخص در زمان معلوم تکرار بکنه. بهش گفتیم چی کار بکنه؟ اجازه بدید. الان به صورت افقی باید چی کار بکنه؟ دایره رو به تعداد 100 بار یا 200 بار الان نگاه میکنیم، به تعداد 100 بار سمت چپ سمت راست میکنه. ببینید الان اگر اجرا بشه 100 بارش تموم بشه وای میسته، ولی قبلش من پاوز رو بزنم وای میسته. رنگ دایره، اطراف دایره رنگ پس زمینه، این کلیدها ها ساختنش، گذاشتنش روی فرم رو قبلا دیدیم، چیز پیچیده ای نیست. فقط ابزار یا کلاس ترنسلیت ترانزیشن رو استفاده کردیم یه دونه شی ازش ساختیم و ببخشید خصوصیاتی رو به این شی انتساب دادیم. اول اینکه رفت و برگشت داشته باشه، یعنی به صورت اتوماتیک معکوس بشه، برگرده، ریورسش رو ترو کردیم و الان خواهم گفت این ست وای ست ایکس چیه. این میگه که در یک ایکسی در بازه ایکسی با طول 200 واحد عقب جلو بشه، سمت راست سمت چپ بشه. اگر وایش رو تغییر بدیم، یعنی ایکس رو تبدیل کنیم به وای، به صورت عمودی حرکت خواهد کرد. این سایکل نشون میده که 100 بار یک حرکت رو تکرار بکنه. هر حرکت رو اینجا بهش میگیم که با طول زمانی 50 میلی ثانیه انجام بده، دیوریشنش 50 میلی ثانیه باشه و بعد نودمون رو ست میکنیم. ببخشید دایره رو ست میکنیم به نودمون که دایره باشه، ست میکنیم به این ترس، یعنی دایره رو روش این بلاها رو بیاره سر دایره این کارها رو انجام بده. الان ما گفتیم وایش رو تغییر بده، الان باید عمودی حرکت بکنه. ببینید به صورت عمودی. اگر هم x و هم y رو بگیم تغییر بده، باید به صورت مورب حرکت بکنه. ببینید هم x افزایش پیدا میکنه و هم y. بعد یه ایونت هندلر براش نوشته شده که در اون ایونت هندلر اگر چک میکنه اگر کلید btn چیه، همون پلیه، بالا تعریف شدن دیگه. ببینید btn اینجا پلیه، btn 1 پاوزه. اگر btn کلیک شده باشه پلی بکنه این شکل رو، این انیمیشن رو. اینا متد هایی که از قبل تعریف شدن، لازم نیست ما سطح پایین تر از این رو براش کد بنویسیم. از قبل تعریف شدن، اینا هم توضیحاتش نوشته شده دیگه. animation will be played when the play button is clicked. اینا توضیحات داده شده. اینا که پاوز میکنه. اگر هم کلید پاوز کلید فشار داده شده باشه، پاوز میکنه. و همین دیگه، نکته خاصی نداره. خیلی از کارها میبینید که در سطح بالای اینجا انجام میشه، یعنی لازم نیست ما در پایین ترین سطح براش کد بنویسیم، بگیم دایره حرکت کنه، اینجوری حرکت کنه، بره به آخر که رسید دوباره ایکس و وایش کاهش پیدا کنه، بیاد عقب. اینا از قبل براش تعریف شدن. با فراخوان یه متد ساده میتونیم این کارها رو براش تعریف کرده و اجرا بکنیم.
سوالی هست؟ نیست. خیلی خوب. پس دو پکیج دیگه مونده که هنوز توضیح ندادیم. من این سه تا برنامه رو که راحتم مثلا سریع توضیح میدم، بعد آخرین برنامه‌ای که توضیح خواهم داد کلکیولیتر که به تمرین آخرم مربوطه. این سه تا برنامه ساده هستن، فقط اشکال گرافیکی ساده ای رو برای ما میکشن. ببینید این یک کمان میکشه. این که رنگ پس زمینه و رنگ خودش چی باشه اینا رو قبلا گفتیم، چیز ساده این. فقط اینکه کمان چجوری کشیده میشه. ببینید یه دونه آرک تعریف کردیم، یه کلاس آرک داریم که برای کشیدن کمان میتونه پوزیشن بهش داده بشه که x و y چی باشه و شعاع xش و شعاع yش هم میتونه بهش داده بشه. ببینید اگر شعاع x و y با هم برابر باشه کمان دایره‌ای خواهد بود. اگر شعاع x و y متفاوت باشه اصولا باید شکل کمان تغییر بکنه دیگه، دایره‌ای نباشه. البته این خارج از چیز شد، خارج از شکل شد که اینم کاهشش بدیم. امیدوارم از فرم نه، مثل این که نه، من فکر کنم این اشتباه چیز شد. این باشه مثلا 20، ببینیم چی میشه. x و y همچنان اینا رو بکنیم مثلا 150. ببینید از حالت دایره‌ای در میاد دیگه اینجوری. خلاصه شعاع x و شعاع y هم بهش میدیم، بعد بهش درجه میدیم 90 درجه. استارت انگلش 90 درجه است. البته برای بهتر متوجه شدن درجه بهتره این شعاع ها رو من یکسان بکنم که بهتر دیده بشه. نه اینم سر جاش باشه. شعاع اینجوری باشه. از 90 درجه شروع میشه انگار. از ببینید به این صورت اینجا من نشون بدم. این 0 درجه است، این 90 درجه، درسته؟ اینجا 90 درجه است. خب از اینجا شروع میشه. مثلا میگیم به تعداد مثلا 100 درجه کمان رو بکش. وقتی میگیم طول کمان 100 درجه باشه میاد از 90 درجه شروع بکنه، از 100 درجه شروع میکنه، طول کمان یه همچین چیزی میشه تا اینجا میشه 100 درجه. اینم استارتش، درجه استارتش هم 90 درجه گذاشتیم. میتونیم اینا رو تغییر بدیم. لنگسش میشه همون طولی که من الان گفتم 100 درجه. الان بهتر دیده میشه. ببینید از 0 درجه شروع نمیشه، بیاید از 90 درجه شروع میشه و به اندازه 100 درجه طول ادامه خواهد داشت. 100 درجه یعنی چی؟ یعنی طول کل دایره چند درجه است؟ 180 درجه دیگه، درسته؟ نه 360 درجه، ببخشید. از 360 درجه 100 درجهش رو استفاده کرده و شروعش هم 90 درجه است. میتونیم همه اینها رو تغییر بدیم. بعد بهش نو دادیم، آرک تایپش رونده. میتونیم انواع دیگری از آرک تایپ، نوع آرک رو بهش بدیم. کالر بهش دادیم، اینا رو قبلا گفتیم و ادش کردیم به گروپ چیه؟ گروپ یک همون گروه دیگه. یه گروهی رو از قبل تعریف کردیم، اینو اضافه کردیم به گروه. میتونستیم اضافه هم نکنیم. بعد گروه رو اضافه کردیم به چی؟ به سین.
اینجا پین مثل اینکه استفاده نشده در این کد. بله به گروه اضافه کردیم، گروپ رو هم اضافه کردیم به سین، سین هم اضافه شده به استیج. در برنامه بعدی میخوایم یک بیزی بکشیم. این هم شبیه برنامه قبلیه، فقط به جای آرک از الیپس استفاده میکنیم. بیزی میکشیم. رنگ اول اجرا بکنم بعد. باز ببینید همه تنظیماتی که اینجا وجود داره رو میشه تغییرش داد. الیپس بهش داده شده. این پارامترهایی که به عنوان ورودی بهش داده شده شعاع افقی و شعاع عمودیه که بهش دادیم در حین ساختن، یعنی اون قطر عمودی و قطر افقیش چند باشه. البته اینجا شعاعن که 2 برابرش میشه قطر. بعد ایکس و وایش رو بهش دادیم که در کجای صفحه قرار بگیره. کالر گفتیم با این رنگ. آکوا رو منم اولین بار بود میدیدم رنگ آکوا رو. بعد بهش داده شده این رنگ. برای ست فیل کردنش ست استروک بهش ندادیم. بعد اینو اضافه کردیم به گروپی که از قبل تعریفش کردیم. گروپ هم اضافه شده به سین، سین هم به استیج. همونطور که میبینید کار خاصی انجام نمیده. اگر جای این شعاع‌ها رو عوض بکنید بیزی میشه، اصولا باید بشه افقی. ببینید الان به جای عمودی افقی شد. شعاع افقیش 80، شعاع عمودی 50. این هم چند تا دومین مثال. سومین مثال هم میاد یه شکل دیگر رو توضیح میده که رکتنگل باشه، یعنی یه مستطیل میکشه. این هم شبیه برنامه قبلیه دیگه، چیز خاصی نداره. باز رنگ پس زمینه و رنگ داخل مستطیل رو خودمون ست کردیم. طول و عرض دادیم به مستطیل، ایکس و وای دادیم. ببینید ایکس و وایش اینجا داده شده. طول و عرضش هم اینجا 50 و 80. 50 عرضش، 80 طولش. و مثل همون کدهای قبلی انتساب داده شدن به گروپ، بعد سین، بعد استیج. با تغییر پارامترها میتونید تغییر رو در اجرای هر برنامه ببینید. چیز خاصی پیچیده ای نداره. آخرین برنامه رو که کلکیولیتر باشه رو میخوایم اجرا بکنیم و دیگه تمام. خب ببینید این کلکیولیتر یک ماشین حساب ساده هستش که اعمال ساده رو برای ما انجام میده. 5 رو میزنیم اینجا در کنسول آوتپوت 5 نوشته میشه. مثلا 5 به اضافه 9. دوبار مساوی رو بزنم نشون میده نتیجه رو. دوباره میگم 2 به اضافه 9. این بار 3 تا عدد میخوام وارد کنم. به اضافه 5 به اضافه 5. 2 به اضافه 9 به اضافه 5 چند میشه؟ 16. ولی آیا ببینیم 16 رو چاپ میکنه؟ نه خیر، 14. 14 میشه چی؟ 9 به اضافه 5. یعنی چی؟ یعنی همیشه آخرین دوتا اپرند رو استفاده میکنه. اطراف این اپراتور جمع، یعنی آخرین اپراتور چی باشه، دوتا اپرند یا عملوند اطراف اون رو میگیره. یعنی بیشتر از دوتا عدد رو نمیتونه با هم جمع، تقسیم، ضرب یا منها بکنه. مثلا یه بار دیگه چک میکنم. 6 منهای 5 مثلا ضرب در 3. به نظرتون چی چاپ خواهد کرد؟ حتی این منفی رو هم نمیتونه برای 5 در نظر بگیره. 5 ضرب در 3 میشه 15. 15 چاپ میکنه. خب الان خواهم گفت از شما چی میخوایم برای تمرین آخر که این برنامه رو بهتون خواهم داد و ازتون خواهم خواست که اینو آپدیتش بکنید، بهترش بکنید. حالا چجوری کار میکنه این برنامه؟ ببینید چیز پیچیده ای هم نداره.
یک کلاس تعریف شده به نام کلکیولیتر که چند تا شناسه داره، چند تا متغیر داره به عنوان شناسه این کلاس. ببینیم چیا هستن. یه ولیو داره که همیشه نتیجه عملهای من ریاضی رو در خودش نگه می‌داره. یک دابل ساده است. حالا به این تعریفش نگاه نکنید. استرینگ نامبر نگه می‌داره که در خودش اینو نگه می‌داره که تا الان چه چیزهایی در خروجی چاپ شده. یعنی مثلا ببینید اگر 214 رو بنویسید، این 214 به صورت یک رشته 2 و 1 و 4 در نامبر قرار میگیره. نام 1 و نام 2 هم که اینتیجر هستن. بعد یک ایرادش اینه که اینتیجر گرفته. حالا اینتیجر رو نمیخواد شما تغییر بدید برای راحتی. حالا خواهم گفت چه از شما چی میخواید. اینتیجر گرفته اعداد رو، یعنی دوتا عملوند چپ و راست مثلا یک عملگر ضرب یا منها یا هر چی. مثلا نام 1 حالا یا با نام 2 به اضافه میشه، نام 1 به اضافه نام 2 یا ضرب میشه یا منها میشه یا تقسیم میشه. مای ریزالت هم نتیجه این عمل رو در خودش نگه میداره. اپراتور هم اینو در خودش نگه میداره که چه اپراتوری داره در واقع میخواد انجام بشه، جمع، ضرب، به اضافه یا تقسیم. خب بعد یه دونه متغیر به نام اپرند 1 تعریف کرده که نشون میده آیا این عددی که وارد شده عملوند سمت چپ یا سمت راست، یعنی اولیه یا دومی. عملوند همون اپرنده که داریم میگیم. یعنی مثلا 5 به اضافه 9 اینجا 5 اپرند 1، 9 اپرند 2. باید بدونیم که عددی که الان وارد شده عدد اولی یا عدد دومه که بدونیم در نام 1 باید ذخیرش بکنیم یا در نام 2. خب متد استارت رو واردش میشیم. متد استارت ببینید یه دونه فلو پین تعریف کرده. فلو پین هم یه نوعی از پینه که منظمتر و جمع و جورتر میتونه کامپوننت ها رو در کنار هم قرار بده در روی فرم. الاینمنتش رو سنتر قرار داده، وسط چینش کرده. ست بدین کرده که سایز در واقع کامپوننت هامون یا اشیایی که اینجا قرار دارن، دکمه‌ای که قرار دارن به چه صورت باشه. اینا رو اگر تغییر بدید فرم زشت‌تر دیده خواهد شد. الان بهتر دیده میشه. گپ یا فاصله‌ای که بین دوتا دکمه یا حالا هر کامپوننت دیگری که روی فرم قرار میگیره هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی چند باشه، 5 در نظر گرفته. بعد اومده چند تا دکمه باتون تعریف کرده. دکمه های 7 و 8 و 9 به اضافه. ببینید وقتی تعریف میکنه خود فرم اینا رو اتوماتیک کنار هم میچینه. 7 و 8 و 9 به اضافه. بعد 4 و 5 و 6 و منها و الی آخر به این صورت تعریف خواهد کرد. وقتی تعریف میکنه بهشون سایز میده. اینجا همشون رو 80 در 80 گرفته. اینا رو هم میتونیم تغییر بدیم ولی خب حالا همینجوری بمونه. بعد برای هر دکمه یه ایونت هندلر تعریف کرده. حالا خواهید دید که ایونت هندلرهاش در خارج از کلاس، در خارج از متد فعلی، متد جاری یعنی همون استارت پیاده سازی میشن. و حالا خواهید دید که در ایونت هندلر هر کدوم چه کاری انجام میشه. یعنی مثلا اگر دکمه 7 کلیک شد چه اتفاقی انجام میشه. ببینید چه اتفاقی انجام میشه. عدد 7 اضافه میشه به عدد قبلی که تا الان نوشته شده. اینا رو هم خواهیم دید، بررسی خواهیم کرد. برای همه اعداد این کار رو تکرار میکنه. یه مقدار سریعتر بریم. برای اعمال 4 عمل اصلی هم باز ایونت هندلر وجود داره. یعنی باید اینو فکر کنید که وقتی یک رقم کلیک میشه، یعنی فشار داده میشه دکمه یک رقم، چه اتفاقی میفته. وقتی هم هر کدوم از این 4 عمل اصلی کلیک میشه چه اتفاقی میفته و همچنین مساوی وقتی کلیک میشه چه اتفاقی میفته. این ای هم که میاد کل ماشین حساب رو پاک میکنه، یعنی خروجی رو پاک میکنه. هرچی داخل نامبر وجود داره
حذف میکنه، یعنی پاکش میکنه. این دستورات یه مقدار تکراری هن. بریم جلو. اینا هم به همین ترتیب مثل هم بالایی هن. این دستورات که میاد سین رو تعریف میکنه و دستورات ست کردن پرایمری استیج و این چیزاست. خب مینمون هم که هیچی نداره، میایم داخل ایونت هندلر ها. خب ببینید زیرو هندلر چیه؟ ایونت هندلر ایونت هندلریه که بالا برای دکمه صفر تعریف شده. وقتی صفر کلیک بشه چه اتفاقی میفته؟ ببینید کاراکتر صفر اینجا اضافه شد به رشته قبلی. میگه نامبری که الان رشته قبلی رو در خودش نگه میداره صفر رو بهش اضافه کن و در خروجی یک کاراکتر صفر بنویس. همین. وقتی یک کلیک میشه باز به همین ترتیب، دو به همین ترتیب، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه به همین ترتیب. اما وقتی پلاس مثلا به اضافه کلیک شد چی؟ دکمه به اضافه رو زدیم چی بشه؟ میگه چیکار کن؟ وقتی به اضافه زده میشه یعنی عدد اول وارد شد، تموم شد دیگه، درسته؟ ببینید به اضافه رو زدم، یه چیزی هم نوشته میشه، در خروجی پرینت میکنه به اضافه رو، اپراتور رو ست میکنه به اضافه. یعنی ما میخوایم به اضافه بکنیم نامبر که تا الان 21470 بود، الان دیگه پاک میشه، خالیش میکنیم و این 21470 که تا الان به دست آوردیم رو تبدیلش میکنیم به اینتیجر، میذاریم داخل نام یک. این ماشین حساب اعداد اشاری رو ساپورت نمیکنه. خیلی ساده است. خب همین دیگه. برای منها هم همین کار رو انجام میده، برای ضرب و تقسیم هم همین کار رو انجام میده. ببینید نکتهش اینجاست که وقتی یک عمل اصلی کلیک شد، یکی از 4 عمل اصلی کلیک شد، اپرند اول رو برمیداره، نمبر رو صفر میکنه و دفعه بعدی وقتی میخوایم عدد جدید رو وارد کنیم، این عدد جدید باید اضافه بشه به چی؟ به نام 2. الان خواهیم دید کجا این اتفاق میفته. این اتفاق زمانی میفته که ما مساوی رو بزنیم. البته بعد از اینکه 21470 رو نوشتیم، مثلا میخوایم اینو با 220 جمعش بکنیم. وقتی مساوی میزنم چیکار باید بکنه؟ میفهمه که من 2 تا عدد رو وارد کردم و عمل اصلی هم وارد کردم، میخوام این دوتا رو با هم جمع، ضرب، تقسیم یا به اضافه بکنم یا منها بکنم. مساوی رو میزنم، عدد موجود رو 220 رو برمی‌داره میزه داخل نام 2. ببینید اینجا همین کار رو انجام میده. مساوی رو بزنم، 220 رو میزه داخل نام 2 و اینا رو با هم جمع میکنه، خروجی رو چاپ میکنه. خب نام 2 رو وقتی ست کرد با مقدار نامبر، میاد دوباره نامبر رو خالی میکنه، بعد چک میکنه آیا اپراتوری که کلیک شده، فشار داده شده، اگر به اضافه است این دوتا رو با هم جمع کن، اگر منهاست و از هم دیگه کم کن، ضرب کن، تقسیم کن. بعد بیا چیکار کن؟ مای ریزالت رو در خروجی چاپ بکن. مای ریزالت 21690 دیگه، اینو چاپ کن و تمام. آخرین ایونت هندلرمون هم که ایه. اگر ای فشار داده بشه میگه در خروجی یه دونه کلیر بنویس و نمبر رو خالی کن و همین دیگه. الان چیزی که از شما خواهیم خواست اینه که برنامه رو طوری تغییر بدید که برای بیشتر از 2 اپرند هم جواب بده. این یک. و دوما این که اعداد منفی رو هم، البته اعداد منفی ابتدای عبارت رو ساپورت بکنه. اگر الان ببینید من میخوام بگم منهای 5 به اضافه 10، منفی رو میزنم خطا میده. میخواستم بنویسم منهای 5 به اضافه 10، من برای اولین بار وقتی منفی رو بزنید خطا میده. نگاه کنید کد رو، متوجه میشید چرا خطا میده. یکی این خاصیت رو حذف بکنید، حلش بکنید، و دوم این که طوری بنویسید که بیشتر از یک
عدد بیشتر از یک اپرند رو ساپورت بکنه. خب همین دیگه. اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نیست که کلاسمون به اتمام میرسه. فردا پس بحث بحث جدید یعنی ترت ها رو شروع میکنیم، در از یکی دو جلسه تمومش میکنیم. بعد اگر وقت اضافی باقی مونده باشه که احتمالا خواهد موند، مباحث رو مرور میکنیم، به اشکالات شما جواب میدیم و شاید یکی دو تا مثال جدید حل بکنیم. خب اگر سوالی نیست با شما خداحافظی میکنم تا فردا بعد از ظهر کلاس جدیدمون. فعلا خداحافظ. ممنون و خداحافظ.